سلام، من اومدم با این نوشیدنی خوشمزه به اسم جی بوستر. یک عدد توت فرنگی رو به خوبی ریز میکنیم. میریزیم تو شیکر. نصف لیمو ترش رو آب میگیریم. به توت فرنگی اضافه میکنیم. حالا 30 میل سیرپ بلوکارسا رو میریزیم. به خوبی مادلشون میکنیم. و بعد 60 میل آب پرتقال رو اضافه میکنیم. محتویات داخل شیکر رو با یخ به خوبی شیک میکنیم. یخ رو تو لیوان میریزیم. برای گارنیش داخلی از 2 اسلایس توت فرنگی استفاده میکنیم. و حالا محتویات شیک شده رو میریزیم تو لیوان. و برای تاپ کردن هم از سودای پشن فروت استفاده میکنیم. و با 2 پر نعنای تازه کوکتلمون رو گارنیش میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید از یه اسلایس پرتقال هم استفاده کنیم. امیدوارم طعم تابستونش رو خیلی دوست داشته باشین. نوش جان.